یک گروه به نزد حضرت علی آمدند برای علم او را سنجیدن. او با ضمن آنکه شجاعت داشت، دلیری داشت، بسیار علم بلندم داشت، خواستند علم او را سنجند تا چه اندازه حضرت علی علم دارد. 7 سوال کردند. خیلی با دقت باشید، فکر میکنم سوالی که برای حضرت علی دادند اگر الحال من برای شما جواب او را نگویم و از شما سوال کنم، باوری کامل دارم که جوابهای اینها را شما یافته نمیتوانید. زیرا در این خیل سوالها، این خیل جوابی که علی گرداندند قریب که عقل ما و شما نمیگیرد. سوال دادن ما اثقل من السما، یک سوال. و ما اوسع من الارض و ما اغنى من البحر و ما اشد من الحجر و ما احر من النار و ما ابرد من الزمهریر و ما امر من السم. 7 سوال. ای علی، میخواهیم در این سوالها از تو پاسخ گیریم. حضرت علی گفتند بیا یک به یک، نوبت به نوبت اینها را من برای شما جواب گویم. یکم سوالی که دادن گفتند و ما اثقل من السما. ای علی، آسمان دیدی؟ ستاره هایی که در آسمان است در وزن و در حجم از زمین چند برابر کلان هستند؟ همین آسمان با تمام ستاره های خود قرار دارد. آیا از آسمان و آنچه در آسمان است وزنینتر چیست؟ چه از همه وزنینتر است؟ ببینین وزن آسمان، وزن ستاره ها، هیچ چیز به وزن اونا برابر شدن نمیتواند. دوم سوالی که دادن، از این زمین پهنی که ما بالای او حیات داریم، از این در پهنتر چیست؟ سوالهایی میدادن که تا که حضرت علی زبانش لال شود جواب گفته نتواند. سوم سوالی که به حضرت علی دادن این بود، میدانی که بحر و آنچه در داخل بحر است چقدر بای است؟ از بحر در دیده کی بایتر است؟ دیگر سوال این است، سنگ بسیار چیزی سخت است، از سنگ در دیده چی سختتر است؟ دیگر سوال این است، آتش علاوه حرارت گرمی دارد، از آتش در دیده گرمتر چیست؟ دیگر سوالی که به علی دادند، از زمهریر در دیده خنکتر چیست؟ 7م سوالی دادند، از زهر در دیده تلختر چیست؟ شما شنیدین. من باوری دارم در یک سوال این ما و شما اگر هممون جمع شویم جواب گفتن نمیتوانیم. هرچند اگر فکر کنیم از آسمان و آنچه در آسمان است وزنینتر چیست، چیزی یافته نمیتوانیم. حضرت علی خدا رحمت و مغفرتش آن کند، محبوب رسول اکرم بودند، رسول اکرم دوستشان می‌داشتند، در خاندان پیغمبر خدا به وایه رسیدند،
از آن حکمت و از آن علمی که حبیب خدا داشتند حضرت علی برخوردار می شدند. حضرت دوستشان می داشت. حتی بار حبیب خدا می گوید حسن و حسین اخذ بيد حسن و حسین فقال من احبنی. بار در دستش امام حسن و امام حسین بودن و گفتند کسی که مرا دوست می دارد، حبیب خدا گفت و احب هذین، و این حسن و حسین نبیرهای مرا دوست می دارد، و احب اباهما و امهما، و کسی پدر امام حسن و امام حسین و مادر امام حسن و مادر امام حسین دوست می دارد، کان معی فی درجه یوم القیامه، او همراه من در روز قیامت یک جایه است. کسی امام حسن امام حسین دوست می دارد، کسی فاطمه و علی را دوست می دارد، همچنان است که مرا دوست می دارد و او همراه من در جنت است. حبیب خدا دوست می داشتن علی را، بسیار دوست می داشتن. این محبوب حبیب خدا به این گروه سوال دهنده ها نگاه کرد، برای عالم جواب گردانیدن این مسئله ها هیچ مهمی نبود. حضرت گفتند البهتان علی البریا اثقل من السما. جواب ببینید، میدانید بود از آسمان و آنچه در آسمان است وزنین تر چیست؟ گفتند چیست؟ گفت تهمت زدن بر یک بنده خدا که اصلا بیگناه نیست از آسمان را دیده وزنین تر است. تهمت زدن یک بنده که تماما گناه ندارد، در گردن او گناه را بار کردن، تهمت بالای او کردن از آسمان را دیده وزنین تر است. حق است برادر عزیز، کسی در تهمت گرفتار نشده است به قدر این جمله علی هیچ وقت نمی رسد. حضرت عایشه مادرمان تهمتی که بالای او زده بودند، من برای شما در موعظه های پیش تهمت حضرت عایشه را حکایه کرده بودند که او را تهمت بر زنا کرده بودند که حبیب خدا را در شک شبهه پرتافتند. وقتی که پاکیزگی حضرت عایشه از بالای 7 طبقه زمین آسمان نازل شد، حبیب خدا گفتند اجتنبوا 7 الموبقات، از 7 چیزی که شما را ای بنده های خدا هلاک میکند پرهیز کنید. این چی بود؟ یکیش قذف المحسنات الغافلات المؤمنات. ببین، یکتش تهمت کردن بر شخصی که درک ندارد خودش، لکن در گردن او تهمت بار کردن. حضرت علی جواب خیلی زیبا گفتند. من اطراف این صحبت زیاد نمی کنم، وقت بسیار کم است. شما همینقدر فهمین که تهمت از آسمان دم دیده وزنی تر است. بسیاری از جوانای ما و شما حکایه میکنن که وقتی از تاجیکستان بیرون میشویم در کیسه های ما هر گونه نمود دارو را میپرتوین، تهمت کرده برده مختم میکنن. خودتان تصور کنین که همون حالتی که کار از تو صادر نشده است، وقتی تو را در همین حالت مبتلا میکنن چقدر مشکل برای توست. دوم حضرت پرسیدن از زمین در پهنتر چیست؟ حضرت جواب گفتند کلمه حق از زمین در دیده پهنتر است. کلمه حق، جمله حق
گفتار حق، برآمد حق از زمین در دیده پهن‌تر است. حضرت حبیب خدا حضرت عمر دعا داده بودند رحم الله عمر یقول الحق و این کان مرا. خدا عمر رحمت و مغفرت کند، حق را می گفت اگرچند حق تلخ بود. بله حق تلخ است برادر عزیز. حق هر کس هم غیرت نمی کند گوید. سخن حق هر کس قدرت هم شده نمی تواند سخن حق به گوش مردم رساند. این حق گفتن هم غیرت در کار، این خدادادی است، این مهربانی پروردگار است. سوال دادن ای علی میدانی که بحر چقدر بای است؟ مقصد کندنی های خیلی فایدناک زیاد دارد. آب او قیمت است، اونقدر ماهی که در داخل بحر است اون اگر فروشن میدانی چقدر پول می شود، بغیر آن سنگ های قیمت بهایی که در داخل بحر است. از بحر دادیده کی بای است؟ حضرت جواب گفتند و قلب القانع اغنا من البحر. گفتن اگر در کدام بنده اگر دل قناعت کننده خدا داده باشد از بحر دبای است. میدانه دلی که قناعت دارد گر عنان سوی قناعت تابی زندگانی خوش آن دم یابی. حضرت جامی میگه اگر تو قناعت داشته باشی، آلی همین بعض بایهایی که گویم 1000 و 100,000 و میلیون جمع کردن تا حال باز جمع دارن، اونا بای نیستن، اونا تا حال گرستن حریصن. بای آن کسی هست که حبیب خدا گفت چی زیبا فرمود رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لیس الغنا عن کثرت العرض ولكن الغنا غنا النفس. این حدیث متفق علیه است، همه سیحای سیتا روایتش میکنند. نیست بایی از مالداری، بلکه بای آن کسی هست که دل قناعت دارد. بین خداوند کم هم داده باشد یا زیاد هم داده باشد به همو قناعت کنی تو بایستی. لیکن اگر قناعت نکنی، چشم تو گرسنه، روز دراز تو باز در طلب مال و اسباب انجام باشی، تو از همه در کم بغل هستی. ببین حضرت چی جوابی زیبا گفتن. از بحر دیده گفت بای آن کسی هست که دل قناعت دارد. باور کنید برادرای عزیز، خدا هر کس قناعت دادگی نیست. نمی ما و شما اگر در دسترخوان یک برادر رفته اگر کمتر بهبودی ها را بینیم، آمده تیز ناشکری از دسترخوان خود بر میکنیم، قناعت نداریم. یا اگر برای ما و شما همون روز یگان غذای خوب یا یگان چیز در خانه یافت نشود، در حال ما و شما شکایت میکنیم، قناعت نداریم. شما دعا کنین از پروردگار که برای شما خدا قناعت نصیب کند. این طلب مال نکنید، مالداری شرف نیست، بلکه قناعت شما طلب کنید. خدا کم هم داد، قناعت همراهش نصیب کند. از بحر دادیده حضرت علی چی گفتن؟ گفتن دلی که خدا در او قناعت جای میکند وای از همه دبای است. بسیار باور کنید من شما را نمیفهمم، به خدا قسم برای من آنقدر این جوابای حضرت علی پر تأثیر است که فکر میکنم از این در جواب خوب دیگر هیچ کس گفتن نمیتواند. این جواب سوال من برای آن میکنم که شما هم گوش کنید، هم این در حیات خودتان تطبیق کنید. این فقط برای گوش کردن نیست، بلکه برای عبرت است. چهارم گفتن و ما اشد من الحجر. سنگ بسیار سخت است. از سنگ در سختتر چیست؟ حضرت جواب گفتن و قلب المنافق
اشد من الحجر، دل منافق از سنگم سخت‌تر است. منافق که خدا در قرآن چه وعید سخت برای منافقا گفته است، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، در پسترین چاهای دوزخ منافق خانه دارد، منافق منزل دارد. منافق کیست؟ منافق را مدان یاری موافق. خدا رحمتشان کند. ای جوانای عزیز، یکی منافق برای خودتان رفیق انتخاب نکنید. میگن منافق برای خود در دنیا دوست انتخاب نکن. منافق را مدان یاری موافق، منافق را منافق دان. منافق است. منافق آن کسی است اذا تؤمن خانه و اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا خاصم فجر. 4 نشانه دارد. امانت میگذاره خیانت میکند، سخن میگوید دروغ میگوید، وعده میکند خلاف میکند، جنگ کند دشنام میدهد. در کدام از شما اگر برادر عزیز یک تا همین باشد، تصور کن که یک نشانه منافق در تو هست. خواه دروغگو باشی، از دروغت پس بگرد، عیب است دیگر. اگر امانت خیانت میکردگی بودی قطع کن، اگر وعده دادی همیشه اجرا کن. وقتی جنگ میکنی با یک برادر مسلمان دشنام نده. این نشانه منافقی است. حضرت گفتن از سنگ سخت‌تر دل منافق است. دیگر سوال دادن، از آتش دیده چی گرمتر است؟ این آتش چقدر حرارت دارد؟ اگر یک گلخن همین بین مسجد باشد، در این اطراف ما و شما ایستادن نمیتونیم. حرارت گرمی کجای نزدیک شدن به این آتش است؟ حضرت جواب دادن و سلطان الجائر احر من النار. پادشاهی که اگر ستمکار باشد، پادشاهی که اگر ظلم کند، پادشاهی که اگر نیکخواهی مردم و ملتش باشد، او از آتش دیده گرمتر است. لیکن الحمدلله که یکی از درجه های بالای پادشاهی ما و شما همین است که در تمام منبرها الحمدلله مسلمان رو میگوید. از همه بالاترین درجاتش همین است که میگوید الحمدلله من مسلمان هستم. و در هر یک سخنرانیش کلمه زیبای انشاءالله را استفاده میبرد. من از خداوند خواهان او هستم که توفیق و هدایت همیشه همراه این رهبر دولت ما نگه دارد و همیشه نیکخواه این ملت و نیکخواه این مردم مسلمان خدا نگهش دارد.